قهرمانی فدراسیای روسیه، قهرمانی فدراسیای روسیه عین حال در سال 2021 رسلان کیسیلیوف تشریف آوردن. از جانب راست من یک قسم با افتخار مهمان، از جانب چپ ما سایچا پهلوان غالب یک دسته میدان. بین هر دو پهلوانان 3000 سامان، یک قالینای کلان. محمد وارد میدان شد. بین هر دو پهلوانان یک دقیقه است سهیلی، یک پنچاس، یک منتو فزر، خب 500 سومانی نویسانده استین. در میدان 3 توجیه. برادران عزیز، در معرکه امروزه ما صاحب این معرکه که در نزد من پهلوانی ناحیه بلندکوه بلجوان خاولی شگنو بخشش شگنو، از شگنو دادن ما حیدر پهلوان. کسی با حیدر پهلوان خوازمایی کردن میخواهد مرحمت واردی میدان شد. سال گذشته ببخشید الله عظیم حلال رسلان کیسیلیوف حریف خدا حلال زد. یک قرصک با افتخار مهمان 3000 سامان، یک قالینی هر دو پهلوان 5000 سامانی از نام عکی امریدین نقشف. عکی امریدین نقشف از ناحیه دنغره. شما برادر عزیز، عکی امریدین نقشف در فکرم یک 2-3 سال پیش بود که یک معرکه دوستین هم در فکرم تشکیل کرده بودن وادی دنغره. خیلی دوستینی کلام بود، لیکن برادر عزیز همین ما یک فیل داریم که فقط همین پریموی گفزنیم. این عروسا در فیل برادر عزیز، من برای فیلم وعده داده بودم که تیز برای همه گوشتین دوشنبه نان میکنم. برای چی؟ شما در ذوق و شوق آمده بودم در همین گوشتین دوشنبه سحر فراموش روزی دویم فینالاست در همین رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تشکیل کردن. من همچون یک شهروند تاجیکستان 100 آفرینش میخوانم. برادرای امان، از شما التماس برادرای عزیز کمک کنید. در میدان پهلوانی جمهوری تاجیکستان در وزن تا 73 کیلوگرم برآمد میکردگی برادری
پهلوان معروف کشور و سرداوری ببخشید سرمربی ببخشید سرمربی حلال رسول کسیلوف حریف خدا حلال زد. آفرین رسول کسیلوف победитель. Ушла Россия! Беги! Куда вояка? اینام اکای امردین نقشف $400 سالمی شاهیده پهلوان ایس یکم با چه بغیر دیویا بسری خلیم در کجا این خیلی پهلوان دفتر میابی که خلینگش تیار باشه. آفرین یک قصد با افتخار این خواهر خیلی پهلوان های جوان مردان پشت سر کردن یارا میزنه در زمین. روح تو همینجا هست. ای بچه این اینجا پوری پهلوان های بیان یک چه خطی شاهیده مانیم میگه یک پهلوانی برادرای عزیز آمدیم به خلاصه ای که بس خطیب میگیره گوشتی میلش ما مکافاتی این خواهر از جانبی اکای امردین نقش حیدر پهلوان میباشد که خیلی پهلوان بودن حضرت علی. آفرین حیدر نام تا حلال کرده. این خواهر از نام اکای امردین نقشف $400 هم تا مکافات داده شد. آفرین یک قصد با اکای امردین نقشف و یک قصد دیگر به خاطر خواهرمان شاهین پهلوان. حتی میگید عبدالله پهلوان شهری کلاب مهردی پهلوان ناحیه مومن آباد مرحمت وارد میدان شوید. یک پالین یک تفنگ یک اتوک 200 سومانی دیگه الان پهلوان ها Watchen Belkrasib Sayan No Atadal Azari Pahlo Shishi یک دست دیگر پهلوان ناشتور پهلوان رسلان پهلوان در میدان پهلوانی که خطیب رسلان اعلام کردیم بالباشد پوشیدی برادر عزیز. اکای ظریف نظریف دو دست دیگر سیان پهلوانه محمد یاسین ایرج نظران دوی حلال سیان پهلوان حریف خدا حلال زد. آفرین خیلی
عزیز خیلی چقان مثل تری کمان حرکت میکنن. از نام اکای عمر $200 اینا به نام شاهیده توفه کرده شد. یک قصد اکای عمر در حقیقت سکه عمری داری برادر، سکه نورانی بچه ای آفرین خیلی زیبا. حق عمری داری، حق عمری داری در میدان گیلیم پهلوان معروفی تاجیکستان خورشید مجیدوف و پهلوان معروفی کشور روسیه رسلان کیسیلیوف مشتری میگیرد. یک خاصک به خاطر هر دی پهلوانا. آفرین خورشید مجیدوف. Абрам спасибо. Руслан. За твой приезд, за твою любовь, за твой характер. سنت‌الله پهلوان از تیمور ملک قیم پهلوان از مسکو من از همین دستا خدا خواهد سالی شما بگم اکای بایدلا اکای بایدلا اکای بایدلا یک شب کپو خیستیم شو اکای بایدلا بنویسید. یک سپارتیونی کاستوم، یک رسوفکا، یک کفایل، یک اتوب، یک مکافه دیگه. اینا سلمان رو نویشونی اما داشتیم سیان у тебя какая сколько будет сейчас? 4. Троих выиграл, да, получается? Саян Пахлавон غالبی 3 دست می باشد 3 حریف. این 4 دستی سیان است. یک ترسک به افتخار سیان پهلوان. امین جون شایان پهلوان این مردم رو میگه راستی کامیرا رو نگی. شما آمده که راستی کامیرا رو میگیریم دیگه. شما باید خفا بستین. التماس ما اینا درون لای میرم ایستم شما خفا بستین. بیا همه کسا خفا بستین. نوانده کاکانتا سعید جلال سیدوف اگر در میدان باشی برادر عزیز وارد میدان شد. سعید جلال سیدوف این نام شبکه میگه گوشت شبکه شمیه همین درم بخ تیار بوده است. سعید جلال سیدوف برادر عزیز قهرمان چند کرته جمهوری تاجیکستان آید به جدا یکی از پهلوانان خوش اخلاقی جمهوری تاجیکستان سعید جلال سیدوف یک خرسه داریم با افتخاره. شما دیوانی داره عزیز میدان پهلوانی جوان و شناخته و جایزه‌داری جام پایتخت جمهوری تاجیکستان عین حال تمرین میکند در فدراسیون روسیه در شهر ایرکوتسک در کلوب اماری پرزیدنت این کلوب و پرزیدنت فدراسیون شهر ایرکوتسک اکای ارگا محمد بیکوف می باشد که یکی از تاجیکانی با نفوذ در فدراسیون روسیه و باید افتخار در شهری در دولت روسیه یکی از شهرهای با قوت شده پرزیدنت فدراسیون جودو هست. ترسک و افتخاری امریکا و
محمدبکov شما حس ملی دارید که برادرای عزیز برادرای شما در دیگر دولت راهبر ما که ترسک نمیزنید اتاقه اولا می عربا ترسک بزنید یک از پریزیدنت فدراسیون اونجا باشه شما با این قدادی بزنید اختصاندی را کی دوار تو بخور Ya çoğuş nacım bir de. Çamayda bak çok kuruyor. Sudya to bakır. برادر عزیز علی جان پهلوان ای مسکو اینجا ایمان ما و شما خیلی این میدان ای گاه وقت بوم بشه و گاه وقت باخت بشه ولی در این مسئله باید ما و شما هیچ وقت زیتی نکنیم باز باشم با وزن 73 کیلو مرحمت پهلوی علی جان پهلوان بیارم خیلی بیا خیلی صفت که عجایب بشه شاهده خواهر عزیزم یک تا دوام تیم حرکسه برای که یکی از پهلوانی که میدان ما شما را امروز آباد گرفت شاهده خواهر می باشد شاهده خواهر عزیز تا دمی که در ورزش هستی خداوند همیشه خرید باشی همیشه این سلیرهای پهلوان آورد داشته بزنی در خاندانتان خدا کرد که کسی خواستگار باید که یک جوان پهلوان باشد مثل من زمانش خوش باشد خب خوشنودیش مثل یکی همه خوشنود دوستان سعید کلاس آفته دارد درشد مجیدو بچه خوشنود خدا نصیبت کند که در آن پهلوان برای افتخار کنید